همه ما شما در زندگی آسیب‌های روحی و روانی را تجربه کردیم و تجربه میکنیم. این آسیب‌های روحی و روانی میتونن خوشی را در زندگی ما بگیره، خوشی و شادمانی قلبی ما را بگیره و ضرر به ما برسان. ما چگونه با این آسیب‌ها برخورد کنیم؟ قدم اول شناسایی از این آسیب هاست که ما چه وقت در گذشته چه آسیبی به ما رسیده، و قدم دوم ای است که ما با خود صادق باشیم. ما بپذیریم که واقعا این میره در زندگی تجربه کردیم، این ما را آزار میده، این آسیب ها ما را آزار میده، این تجربه زندگی ما را آزار میده. و قدم سوم چی است که با دیگران مشارکت انجام بدیم، با دیگران مشوره کنیم، با کسایی که در این مورد تخصص دارن یا کسایی که در کلیسا هستند یا با کسایی که بیشتر تجربه دارن در این مورد شریک بسازیم و همیشه نزد خداوند هم دعا کنیم که خداوند شفا بده، چون در کلامش میگه که با زخمهای او ما شفا یافتیم.